ورزش شغلی دوست داشته ما چونین از شیوری تربیت گیرندگان کودکستانی رقم 31 ناحیه سینای پایتخت. همتنه بچه‌ها. سلام با همه اونهایی که نزد آینه‌های نیلگون نشسته برنامه آفرین را به صبرانه انتظارند. ما نیز از این واخوری با شما خیلی شدیم. دوستان عزیز، چطور که می‌بینید شروعچونی برنامه الکی در میدان صف کشیدن و بیاد حالا با دسته‌ها شناس می‌شویم. همین طریق از طرف راست من دسته رمزیه. آفرین. و از طرف چپ باشد دسته صفیه. خیلی خوب. دوستان عزیز، همین طریق با دسته‌ها شناس شدیم. حالا باشد من از بازیگران خواهش می‌نمایم که به جای خود گذارند و با مسابقه جدی آماده شوند. تا این مدت من شما رو با حکمانی برنامه شناس می‌کنم. ما با هر دو دسته قرار می‌خواهیم. برنامه امروزه را حکمان در هیئت زیرین با حضوری می‌نمایند. مربیان کودکستان ایراده نظرова و مهرانگیز مدیєва. شروع و دوباره مسابقه امروزه علوچی تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان کرامتولای اصلان. اینک شرط صدا داد و شرط نخستین مسابقه امروزه آغاز یافت. ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می‌شود. در این بازی اشتراکچیان با نوبت به میدان برآمده. از داخل حلقه گیمناستیک یک تاگی ستونچه گرفته تا آخر میدان میروند و باز به مرب برمیگردند. در اینجا اشتراکچیان دسته رمزیه به خطاگی راه دادند و ما از خطاگی آنها بود که دستهشان در عقب ماند. از خطاگی دسته رمزیه استفاده بوده. ورزشکاران دسته صفیه به پیش برآمدند. خاطر میکنم که دسته صفیه والیبال‌های سفید و دسته رمزیه باشد. والیبال‌های زرد و کبود در میدان بین هم آزمایی دارند. دسته‌ها قریب که برابر شدند. اینک نوبتی دخترکانی دسته ها بیاد مهارت دخترانی دسته ها رو در این شرط مسابقه می‌بینیم. دختران خیلی فعال هستند و بازی رو زود و به خطا اجرا کرده استادند. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. برترین نصیب دسته رمزیه شد. چون دسته صفیه کوشش کرده استادان دستهشون با پیش کشن ولی ورزشکاران دسته رمزیه برتری رو از دست دادنی نیستند. پس معلوم می شود که اونها از این غلبه کردن دارند. در این شرط دسته رمزیه غالب آمد. آفرین به دسته رمزیه. اینک شرط نوبتی را ببینید که در این شرط اشتراکچیان عملهای گیمناستیک را اجرا میکنند. آنها به نوبت به میدان برآمده. از داخل دو حلقه گیمناستیک گذشته با علامت گیمناستیک غل میزنند. تا آخر میدان رفته باز به مرب برمیگردند. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. این زمان برترین نصیب دسته رمزیه است. در اینجا اشتراکچیان دسته صفیه کوشش کرده استادان دستهشان را به پیش کشند ولی ورزشکاران دسته رمزیه برتری را از دست دادنی نیستند. پس معلوم میشود که اونها از این غلبه کردن دارند. اینک دسته صفیه به پیش برآمد. اصلا با ورزشکاران دسته صفیه ادامه بازی رو می‌بینیم. اینک نوبت دخترکانی دسته ها فرا رسید و به مهارت گیمناستیک دخترانی دسته ها رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اشتراکچیان نوبتی دسته ها رو می‌بینیم. برتری همان نصیب دسته صفیه است. اینک از دسته صفیه خود صفیه به میدان برآمد و ادامه دارد بازی. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. ادامه بازی رو می‌بینیم. اینک پس از چند لحظه دخترکان آخری دسته به میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر غالب این شرط معین میگردد. و می‌بینیم که در این شرط کدام دسته غالب میآید. در این شرط دسته صفیه غالب آمد. آفرین به دسته صفیه. اینک شرط نوبتی ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این بازی در دست اشتراکچیان توپچه ها و نوبت به میدان برآمده. از بین مانع ها گذشته در داخل حلقه گیمناستیک می‌ایستند و با توپچه ها ستونچه ها را به نشان میگیرند. این زمان از دسته رمزیه 5 ستونچه به نشان گرفته شده است.
و از دسته صفیه نیز 5 ستونچه. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید. حساب ها زود تغییر می‌یابند. شما رو می‌باید که با دقت تماشا کنید و به طور خود به دسته ها بگذاری نمایید. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید. نوبت دخترکان در این شهر خیلی فعال هستند و بازی رو زود و به خطا اجرا کرده هستند. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. دستا برابر هستند. از دسته رمزیه 2 ستونچه باقی مانده است و از دسته صفیه باشد 5 ستونچه. این معنی آن رو دارد که برترین نصیب دسته رمزیه است. ادامه بازی رو می‌بینیم. آفرین. اینک دخترکان آخرین دستا به میدان برآمدند و در این شهر دسته صفیه غالب آمد. آفرین به دسته صفیه. اینک شرط نوبتی و ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این بازی پسران حلقه ها رو از داخل ارغمچین گرفته تا آخری میدان میبرند و باز همینطور بازی ادامه مییابد. دستا برابر حرکت کرده هستند. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. اینک پسرکان آخرین دستا به میدان برآمدند. اکنون نوبت دخترکان دسته ها. بینید دختران حلقه رو باز توسط ارغمچین به مرا برمیگردانند. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. ادامه بازی رو میبینیم. برترین نصیب دسته رمزی است. در اینجا دخترکان دسته صفیه کوشش کرده استادن که دستهشون رو به پیش کشند، ولی برگردن دسته رمزیه برتری از دست دادنی نیستند. پس معلوم شود که اونها عزم غلبه کردن دارند. در این شهر دسته رمزیه غالب آمد. آفرین به دسته رمزیه. این شرط نوبتی و ببینید که این بازی رو دخترکان آغاز نمودند. در دست اونها توپ کلان به نوبت به میدان برآمده. تا آخر میدان میروند. توپها را در داخل سبدها گذاشته باز به مرا برمیگردند. پسران زمین عملها را اجرا نموده. توپها را به مرا برمیگردانند و نانتر بازی ادامه مییابد. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. ادامه بازی رو میبینیم. این زمان برترین نصیب دسته رمزیه است. در اینجا اشتراکچیان دسته صفیه کوشش کردند که دستهشون رو به پیش کشند، ولی برگردن دسته رمزیه برتری از دست دادنی نیستند. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید. ادامه دارد بازی. در اینجا اشتراکچیان دسته صفیه کوشش کرده استادند که دستهشون رو به پیش کشند، ولی بینید که دسته رمزیه به پیش برآمد. در این شهر میبینیم که کدام دسته غالب میآید. در این شهر دسته رمزیه غالب آمد. آفرین به دسته رمزیه. این شرط نوبتی و ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این شهر در دست اشتراکچیان توپچه های خرد به میدان برآمده. از بین مانعه ها گذشته در داخل حلقه گیمناستیک میستند و توپچه ها را در داخل سبد ها به نشان میگیرند. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اشتراکچیان نوبتی دستا رو میبینیم. پسرکان آخرین دستا به میدان برآمدند و اکنون نوبت دخترکان فرا میرسد. ادامه بازی رو میبینیم. دختران نیز در این شهر فعال هستند. ادامه بازی رو میبینیم. ادامه دارد بازی. اشتراکچیان نوبتی دستا رو میبینیم. ببینید که مخلصان دستا را خیلی خوب پذیرایی نموده ایستادند. البته از پذیرایی آنها اشتراکچیان به وجد آمده بازی را زود و به خطا اجرا میکنند. اینک دخترکان آخرین دستا به میدان برآمدند و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالب میآید. در این شهر دسته صفیه غالب آمد. آفرین به دسته صفیه.
یک شرط نوبتی ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این بازی در دست اینسترکشن توپ به میدان برآمده از داخل حلقه جیمناستیک گذشته تا آخر میدان می روند و باز به مرا برمیگردند. این زمان برتر نصیب دسته رمزی است. اینسترکشن دسته صفیه کوشش کردند که دستشون رو به پیش کشند و همینطور هم شد. برتر نصیب دسته صفیه شد و میبینیم که چگونه تغییرات ها به عمل میآیند. دوستان عزیز شما رو میباید که با دقت تماشا کنید و به طور خوب به دسته ها به حکمداری نمایید. در اینجا اینسترکشن دسته صفیه به خطاگی راه داد و از خطاگی آنها بود که دستشون در رقیبان از خطاگی دسته صفیه استفاده برده ورزشکاران دسته رمزیه به پیش بر اومدند. دوم بازی رو میبینیم با دقت تماشا کنید. اینک نوبتی دخترکانی دسته ها فرا رسید. بیاید مهارت دختران دسته ها رو میبینیم. دوم دورت بازی دسته ها قریب که برابر شدن. اینسترکشن نوبتی دسته ها رو میبینیم. دسته صفیه با پیش بر اومد. دوم دورت بازی دسته ها باز برابر شدن. دخترکان نوبتی دسته ها به میدان برآمدند و میبینیم که چگونه تغییرات ها به عمل میآیند. برتر نصیب دسته صفیه شد. حالا دخترکان آخرین دسته ها به میدان میبرند و میبینیم که در این شرط کدام دسته گلی میآید. در این شرط دسته صفیه غالب آمد. آفرین به دسته صفیه قند زنید. یک شرط نوبتی ببینید که در این بازی دختران در کرسی‌ها نشستند. دختران از بین دختران گذشته تا آخر میدان میروند و هنگام بازگشت از دست دختران گذشته به مرا برمیگردند. دست‌ها برابر حرکت کرده شدند. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اینسترکشن نوبتی دست‌ها رو میبینیم. برتر نصیب دسته رمزی است. در این اینسترکشن دسته صفیه کوشش کرده شدند که دستشون رو به پیش کشند ولی ورزشکاران دسته رمزی برتر رو از دست دادنی نیستند. پس معلوم شود که آنها از غلبه کردن دارند. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اینسترکشن نوبتی دسته ها رو میبینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. اینک از دسته رمزی پسرک آخرین به میدان برآمد. و میبینیم که در این شرط کدام دسته غالی میآید. در این شرط دسته رمزیه غالب آمد. آفرین به دسته رمزیه. دوستان عزیز در اینجا همه شرط‌های مسابقه امروزی فنی به انجام رسید و فرا رسید لحظه اعلان آمدن خول‌های به دست آورده دسته ها. موافق با گزارش حکمان برنامه هر دو دسته هم صاحب 32 خولی گشتند. یعنی دوستی غلبه کرد. احسان به هر دو دسته. دوستان عزیز ما با هر دو دسته برای اشتراک فعالانشون در بازی‌های شاهکار تلویزیونی آفرین میگیم و از حکمان برنامه خواهش می‌کنیم که با هر دو دسته تحفه‌های خودمان رو تقدیم نمایند. مرحمت.
دوستان عزیز در اینجا وقتی با برنامه آفرین گذاشته به انجام رسید. آیا میخواهید که در برنامه آفرین شرکت ورزید و هنر و مهارت ورزشی خویش را به همکارانتان آموزش بدهید؟ خیلی خوب، این طور که باشد ما نزد شما می‌آییم. تا آخرین نوبتی شاد و خرم باشید. خیر.